بحث ترکیب یک فصل یا دو فصل با هم نیست. بعضی از سوالات کنکورهای سراسری جدید رو میگم که برای پاسخ بهشون باید تسلط کامل، تسلط 100% روی هر سه کتاب درسی داشته باشی تا بتونی در زمان کوتاه و با دقت بالا به اینجور سوالات پاسخ بدی. امروز میخوام یکی از سوالات خفن کنکور سراسری دیماه رو براتون بررسی کنم و ببینید که تفکر طراح، خط فکری طراح برای طراحی سوالات کاملا ترکیبی که از هر سه کتاب درسی مطرح میشه به چه صورته. با فولیتو حتما میدونی که هدفم از ساخت این سبک از آموزش ها اینه که ما بدونیم که طراح داره به چی فکر میکنه. وقتی متن کتاب درسی رو میخونیم، وقتی یک مفهومی رو داریم دریافت میکنیم از متن کتاب درسی، حالا طراح از اون مفهوم چطوری میتونه استفاده بکنه که توی این تست مفاهیم زیادی رو استفاده کرده. به خاطر همین برای دانش آموزای دهم، 11 و 12 میتونه به شدت کاربردی باشه. هر سه پایه. بخونم تستشو از کنکور دیما. گفته چند مورد در ارتباط با یک یاخته گیاهی که فعال درست. بریم با هم دیگه بخونیم. گفته در پی اتصال یا ادغام یک اندامک به نوعی غشای زیستی. اصلا طراحی سوالش واقعا هوشمندانه بوده. چند تا مثال میزنم متوجه بشی. تو دهم اگزوسیتوز قبول داری اینطوری بود، غشای ریسکیسه که یک اندامک بود وصل میشد به غشای سلول که غشای زیستی بود. پس اگزوسیتوز رو میتونی در نظر بگیریم. تو کتاب 11 مثلا تو تقسیم سیتوپلاسم سلولای گیاهی ببین. تو تقسیم سیتوپلاسم سلولای گیاهی که خب صورت سوالم داره راجع به گیاهی صحبت میکنه، غشای ریسکیس، یه سری ریسکیسا می اومدن وسط سلول به هم وصل می شدن. پس الان اتصال یک اندامک رو داریم به یک غشای زیستی، چون غشای اندامک دیگه زیستیه، یا اتصال یک اندامک رو داریم به غشای سلول مادری که دوباره میشه غشای زیستی. پس یعنی میتونستی اینو هم در نظر بگیری. آقا کتاب 12 هم چیزی میتونستیم بگیریم؟ آره دیگه، گفتم طراح اومده مطالب 3 تا کتابو گذاشته کنار هم. مثلا شکل از 2/12 که خب شکل خیلی پرنکته‌ای، قبلا تدریس کرده بودم توی آموزش‌ها براتون. ببین همین الان غشای ریسکیسه وصل شده به غشای سلول که گفتم اگزوسیتوز رو میتونی در نظر بگیری. حالا اینجا رو نگاه کن. ریبوزوم یک اندامکه وصل شده به غشای شبکه اندوپلاسمی زبر، این هم میتونی در نظر بگیری. اینجا رو نگاه کن. گفته یک اندامک به نوعی غشای زیستی، پس میتونی اتصال ریبوزوم به شبکه اندوپلاسمی زبر رو هم بگیری. یعنی اینقدر تسلط نیاز بوده که خب خیلی از دانش آموزا از این تست اصلا عبور میکنن. حالا بریم با هم دیگه بخونیم ببینیم تو گزینه‌ها چی گفته. گفته ممکن است توی این اتفاق که حالا براتون 3 تاشو شرح دادم، با کمک انواعی از پیشسازها نوعی ساختار یافته‌ای تشکیل شود. خب مثلا من بهتون بگم، قبول دارید که توی همین سلولای گیاهی وقتی ریسکیسه ها به هم میپیوستن یا ریسکیسه وصل میشد به غشای سلول مادری، دیواره سلولی شکل میگرفت. پس آیا امکان داره با کمک انواعی از پیشسازها که کتاب اصلا خودش میگه تو ریسکیسه پیشسازهای تیغه میانی رو داریم، پس اگر اون غشای زیستی ها وصل به هم، با کمک انواعی از پیشسازها دیواره یافته‌ای شکل میگیره که نوعی ساختار یافته‌ایه. یعنی ببین تفکر طراحو اصلا نگفته چی میخوام، گفته اگر تو مفهومو گرفتی من اون مفهومه رو میخوام، نه اون آنچه که مستقیما در کتاب درسی ذکر شده. و به نظرم خیلی اصلا خفن بگم، هرچی بگم کم گفتم اینو. گفته دوباره ممکنه در پی یکی از این اتفاقایی که براتون شرح دادم بسپارهایی از اندامک خارج شود، بسپار پلیمر درشت مولکول، و تکبارهایی را به وجود بیاورد. مثلا من میگم چی؟ میگم اگه شما اگزوسیتوز انجام بدید، یعنی در یک سلول گیاهی مثلا اگزوسیتوز اتفاق بیفته، ممکنه شما آنزیم بندازید بیرون که بسپاره، قبوله؟ حالا اگه بسپار بندازید بیرون یعنی آنزیم بندازید بیرون، میتونه اون آنزیم بره یه سری چیزا رو تجزیه کنه، مونومر تولید کنه. یعنی به دوباره از مفهوم استفاده کرده. اگه وقتی اگزوسیتوز انجام میدیم آنزیم بندازیم بیرون، اون آنزیما میتونن برن مثلا مونومر تولید بکنن، حالا تو گیاه یا هر چیزی. یا نمیگه آقا اینا نمیتونم بپذیرم، میگم اشکال نداره، شما زمانی که از این ریبوزومه میاد بسپار میسازه، یعنی مثلا آنزیم، بعد این آنزیمه میتونه بره تو سلول تکبار تولید بکنه، مثلا بره تو کافنده تن بعدن تکبار تولید بکنه. یعنی در این حد هم میتونستی بهش فکر بکنی. میدونم
سخت رسیدن به این داستان، ولی دیگه طراح داره بهش فکر میکنه و تو کنکور تیر ماه هم از این دسته سوالات داشتیم 402 که باز تو آموزش‌های بعدی براتون قرار میدم. پس میتونه. بله. آیا ممکن است واکنش‌های شیمیایی از نوع سنتز آبدهی یعنی ساخت یه چیزی و یا آبکافت یعنی تجزیه یه چیزی به انجام برسه؟ بله. دوباره میگم اگر شما اگزوسیتوز انجام بدید، بعد از اگزوسیتوز ممکنه آنزیمی که آزاد میشه یه چیزی رو بسازه، آنزیمی که آزاد میشه یه چیزی رو تولید بکنه، یا دوباره اگر قبول ندارید دوباره همین داستان، شما زمانی که این میاد تولید میکنه یک پروتئینی رو، این پروتئینه میتونه بشه یک آنزیمی بره که یه چیزی رو تولید کنه، یعنی سنتز آبدهی انجام بده، اون پروتئینه بشه یک پروتئینی که بره یه چیزی رو هیدرولیز کنه یعنی تجزیه کنه. پس ممکنه. دارم روشنت میکنم. و باید بچه‌ها وقتی که یک چیزی رو میخونید با مفهوم اون هم، که من براتون معادل سازی رو ساختم دیگه، چند بار معادل سازی رو بگم بازم میسازم، ترکیبی خوندن رو گفتم، اینکه مفهوم رو چجوری دریافت کنی گفتم، تفکر طراح رو هم دارم توی سوالات مختلف براتون باز میکنم. بعدی رو ببین، گزینه آخر که دیگه من مورداشو حذف کردم خودم. گفته ممکنه بعد از این اتفاق نوعی فعالیت آنزیمی به انجام برسد. خب الان خود ریبوزوم رو ببین، خود ریبوزوم وقتی وصل میشه به غشای شبکه اندوپلاسمی با یک فعالیت آنزیمی میتونه پروتئین تولید کنه. پس ممکنه فعالیت آنزیمی به انجام برسد که فراورده یا فراورده های آن وارد اندامک دیگری بشن، که دقیقاً همین تصویره. زمانی که ریبوزوم اون پروتئین رو تولید میکنه، اون پروتئین میتونه بیاد میتونه بیاد جسم گلژی. پس ممکنه فراورده تولید بشه که بیاد به یک اندامک دیگه. بله. ممکنه پروتئین تولید بشه مثلا بیاد به جسم گلژی که یک اندامک دیگه است. یعنی در این حد طراح بهش نگاه کرده. خب خدا رو شکر من آموزش این رو کامل براتون ساختم، میتونید برید ببینید آموزش این قسمت رو. تو کنکور سراسری هم زیاد ازش سوال داشتیم. توی این تست هم مثلا هدفم پاسخ به این تست نبود، هدفم نگاه به این تست بود که حالا مثلا گزینه‌اش میتونه درست باشه هر 4 مورد، و خب باید مثلا ما گزینه‌ای رو میزدیم که 4 مورد مد نظرش بوده. دلم میخواد نظرتون رو راجع به این آموزش‌ها بهم بگید، چه تو پلتفرم آپاراتی، تلگراممونید، اینستاگراممونید، یوتیوبمونید، بهمون بگید که آیا این سبک از آموزش ها میتونه کمکتون بکنه، یعنی میتونه شما رو ببره به سمتی که دیگه از اون کلیشه خوندن فاصله بگیرید یا نه، چون هدف منم واقعا همینه. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. مرسی که همراه ما بودید، مرسی که ما رو نگاه میکنید. خیلی دوستتون دارم. مخلصم.